سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام راه حل این ارور رو بهتون آموزش بدم. اولین کاری که باید انجام بدیم این هستش که باید بفهمیم سیستم ما ویندوز ما 32 بیت یا 64 بیت هستش. کلیک راست روی استارت میکنیم، روی گزینه سیستم میزنیم. بعد در این قسمت سیستم تایپ اینجا می نویسی که ویندوزتون 32 بیت یا 64 بیت. برای من ویندوز من 64 بیت هستش. کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که تو تسک بار سرچ میکنیم کنترل پنل. تو کنترل پنل تو قسمت آن اینستال پروگرام میریم و دنبال برنامه‌ای به اسم مایکروسافت ویژوال سی پلاس پلاس میگردیم. حالا ممکنه روی ویندوز شما وجود داشته باشه یا اصلا وجود نداشته باشه. اگه وجود داشت با نسخه های قدیمیش کاری نداشته باشه، نسخه 2015 تا نسخه 2022 اگه وجود داشت آن اینستالش کنید. بعد از اینکه آن اینستال کردید توی مرورگرتون سرچ کنید ویژوال سی پلاس پلاس دانلود. حالا وقتی سرچ کردید معمولا اولین نتیجه خود سایت رسمی مایکروسافت رو میاره که آخرین نسخه های ویژوال سی پلاس پلاس توضیح مجدد رو گذاشته. واردش که شدید یه اسکرول کنید یکم به سمت پایین، از نسخه 2015 تا 2022 اینجا گذاشته. 3 تا لینک داره، یکی x86 یکی x64. همونجور که قبلا نگاه کردیم که ویندوزمون 64 یا 32 بیته. اونایی که ویندوزشون 64 بیته از این لینک استفاده کنن، لینک آبی اینجا، و اونایی که ویندوزشون 32 بیته از x86 که لینکش اینجا هستش باید استفاده بکنن. من خودم ویندوزم 64 بیته، از این استفاده میکنم، دانلود میکنم. بعد از اینکه دانلود شدهش بر نصبش اقدام میکنیم. بعد از اینکه نصبش تموم شد حتما ویندوز خودتون رو ریستار بکنید. برای راه حل دوم ما خود فایل DLL رو به صورت مستقیم دانلود میکنیم و توی ویندوز میذاریم تا با ارور رفع بشه. توی مرورگر میریم، متن ارور رو تایپ میکنیم vc runtime 140.dl رو سرچ میکنیم. اولین سایتی که میادش فایلاشو داره. به سمت پایین میریم، ببینید اینجا دو تا گزینه آخری که هستش آخرین نسخهشه. یکی اینجا اولیش 32 بیته و دومیش 64 بیته. اونایی که ویندوزشون 32 بیته فقط همین اولی که 32 بیته رو دانلود کنن کافیه، و اونایی که ویندوزشون 64 بیته باید هم 32 بیت و هم 64 بیت رو دانلود کنن. چون ویندوز من 64 بیته باید جفتش رو دانلود بکنم. این دانلودش اتوماتیک انجام شد. ببینید این دوتا فایل دقیقاً اسمشون عین همه. برای اینکه قاطی نشه من اینی که الان دانلود کردم 32 بیت بود رو میارم توی دسکتاپ و اکسترکتش میکنم. اینجا یه فایلی از قبل ساختم به اسم 32، توی اون اکسترکتش میکنم که این 32 با 64 قاطی نشه. بعد حالا خود 64 رو دانلود میکنیم. شصت و چهارش هم دانلود شد. 64ش هم اکسترکت میکنیم توی دسکتاپ، توی فایل 64 که از قبل ساختم. ببینید اینا از هم جدا شدش. حالا اون عزیزانی که ویندوز 32 بیت دارن
باید بیان وارد فایل سی بشن، ویندوز به سمت پایین، بعد بریم تا ببینید اینجا فایل سیستم 32 رو داریم و سیسواو 64. اونایی که ویندوزشون 32 بیت هستش فقط کافیه فایلی که اینجا توی 32 بیت از قبل داریم آماده کردیم و این فایل رو کافی فقط ببرن و توی 32 بیت کپیش بکنن. برای ویندوز 64 بیت گفتم که هر دوتاشو نیاز داریم، هم 32 بیتشو نیاز داریم هم 64 بیتشو نیاز داریم. 32 بیتشو توی فایل 32 بیتشو توی فایل اینجوری میگیریم و انتقالش میدیم توی فایل سیسواو 64. اینو انتقال میدیم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم خود میرسیم به 64 رو میاریم، فایل 64 رو انتقال میدیم به سیستم 32. این کارم برای ویندوز 64 بعد انجام بدیم. بعد از اینکه این انتقالا رو انجام دادیم ویندوزمون رو حتما بعد ریستار بکنیم تا ارورمون رفع بشه. امیدوارم این آموزش بهتون کمک کرده باشه تا ارورتون رفع بشه. اگر بازم مشکلتون رفع نشد، حل نشدش، متن ارورتون رو برای من کامنت کنید، بهم بگید، من تمام تلاشمو میکنم که اون ارور رو رفع کنم. اگه این ویدیو بهتون کمک کرد لایک و سابسکرایب یادتون نره.